سلام دوستان، پونه هستم. به کانال من خوش آمدید. امروز اومدم با معرفی یه دوربین قدیمی و عتیقه. دوستان این دوربین اسمش کامپور هستش، برای سال 1914. از این سریال این بغل نشون میده، بزنیم اینترنت میبینیم چه سالی این ساخته شده. این لنز دوربین هستش، لنز دوربینه. اینم از این بالای دوربین نگاه میکردن برای گرفتن عکس. اینم تراز هستش، تراز میکردن، البته با این پیچ بغل بالا پایین میبردن که تراز بشه عکس بگیرن. اینم فلشش هستش، میزدن عکس میگرفتن. این هم همه واسه فریم و تنظیمات دوربین هست. اینم پایه هست که عقب جلو می بردن دوربینو بخوان عکس بگیرن. نکنین دوستان، عقب جلو میاد دوباره میره داخل. این طرف دوربینم، این دوربین جالبش این بوده که فیلم نمیخورده، یه حالت مثل تاریخ خونه داشته، مثل با باستا شیشه عکس میگرفتن. من براتون باز میکنم داخلش هم ببینید چقدر زیباست. کنید خاموش روشن، خاموش روشن، خاموش، اینم روشن. دوستان مخمل به کار برده شده، خیلی تمیز، خیلی حرفه‌ای. اینم این دسته چرمیش هستش. اینم دربه، اینم شیشه‌ای هستش که نور بهش میخورده و عکس اینجا میافتاده. اینم باز میکنم براتون ببینین از اینجا که چقدر زیباست، چقدر زیبا کار شده. نکنین مثلا چقدر قشنگ. اینجا شیشه ظریف. میبستن چه در اینجا بسته میشده اینطوری. چقدر زیبا. اینم دسته چرمشه. اینم از این بغل اینجوری میزدن که این جمع میشده میرفته داخل، اینجا این جمع میشه میره داخل. بعد اینم اهرامی هستش که دوستان راحت بشه عقب جلو کرد دوربینو با این اهرم. این اهرم میگرفتن دوربینم راحت میتونستن عقب جلو کنن. خیلی حرفه‌ای هست، یعنی برای تقریبا این همه سال، 100 خورده سال پیش. اینم پایش هستش. اینجا یه سیمی وصل میکردن که خودشون سیمو میگرفتن، میخواستن باشن تو عکس، با این سیم که میزدن از اینجا عشان عکس میگرفته، نیاز نبوده دیگه بایستن بالا سرش. اینم لنزشه، لنزی یعنی وای میستادن ببینن این عکس ببینن. خیلی زیباست، خیلی کاغذهای مشکی. اینم چرمه دوستان، این پوستش چرم نازک به کار برده شده. امیدوارم لذت برده باشین. دوستان ما رو لایک کنین تا ویدیوهای بعدی. خدا نگهدار.